سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم پارت سوم شبیه ساز سروایول و بدون حرفای اضافه معطلی لیتس گو. خب بچه ها میخوام بریم با پورتال ندر که توی ویدیو قبلی وقت نشده بسازیم. خب و بالاخره که ساخته شد بریم و روشنش کنیم. بوم، این از پورتال ندر. بریم یکم ندر و لیتس گو. داریم میریم ندر، لیتس گو. و رسیدیم. بله ندر هم بچه معمولیه، مثل اون وقت شبیه سازی نیست و خودمون باید همه کار رو بکنیم. با ویلیجر هم میشه گلوستون گرفت، ولی یه چیزی هست که هیچ جا نمیشه گرفت ولی اینجا میشه. کوارتز، اونهاش کوارتز رو فقط توی ندر میشه گرفت که من فعلا نیازش ندارم، پس برمیگردیم به خونه. برگشتی؟ آره. خب بریم یکم با ویلیجرها ترید کنیم و دایمندا رو بگیریم از خودش. من زره ها میخوام 32 تا. یه دونه امرالد کم دارم تا یه زره دایمند اینچنت بگیرم با اینچنت های عالی. تبرم گرفتم. بریم اینم ندرایتش کنم. میتونیم ایکس پی بگیریم از اینی. چه خفنه. بال من گلوستون رو بعدن واسه خونه میگیرم ولی چیزای دیگهش به درد نمیخوره. تمام. یکم با نون ترید کن. این چیکاره بود؟ من یادم یکم نون بده. بوم 24 تا کافیه دیگه نون. خیلی شد. من امرالدم ته کشید. بسر کنیم داشمون کلن کارش تمام باشه. لپیز ندارم راستی. من میگم لپیز بکنم. لپیز داریم؟ من نیدم. آره داریم. خب حالا که لپیزا رو گرفتم بریم یکم اینچنت کنیم. اینم از این فول وسایل اینچنت رو به دست آوردم. اینچنتش هم بدک نیست ولی لول 1 باقی میمونه چون که فقط یه بار ما کتاب میگیریم. الان هم میخوام برم یکم چوب بکنم که بدم به ویلیجر دیگه. اینم از استیکا. حالا بریم تریدامون رو انجام بدیم. کجاست؟ خوابیده که کلا خوابیده. بسر کنیم روز بشه. با یه عالم استیک من هنوز همینجا AFK میکنم. AFK میخوای بکنیم؟ آره. حالا همجوری ثبت میکنیم. بیدار نشدین هنوز؟ نوپ. بیدار شد. لیتس گو. نه. 12 منم تا نگه دار. یه ذره من یه ذره تریدش کنم. ای داش چطوری داش؟ 12 تا امرالد شد. اینا من میخوام جمع کنم واسه زره. پس بریم بازم به اینا دایمند رو بفروشیم. 2 تا عجب آوردی گرون میکنه. خب ببینیم ایشون چی داره. همون چیزای قدیمی. فکر کنم من دیگه نمیخوام از اینا چیزی بگیرم، خودم میرم اینچنت میکنم. حوصله ندارم. ما رفتیم. اسپلی تو ببینم چند چنتی بزنم. پروتکشن 2 خوبه. آره همینو میزنم. نزین آنبریکینگ هم تازه بهش رسید. آنبریکینگ 1. واسه تو هم پروتکشن 1 کفشو. خب پروتکشن که به درد نمیخوره ولی فدر فالینگ چرا میخوره. خب دیگه تومبون پروتکشن دیگه معلومه. خب حالا که فول اینچنت شدم فقط کافیه که برم زره ها ندرایتی کنم. پس بزنیم که بریم. خب باید دوباره زره ها رو در بیارم بریم ندرایتیشون کنیم. این هم از فول زره ندرایت و میپوشیمشون. فول ندرایت شدم تقریبا، یعنی وسایل یکم دایمندی داره ولی زره هم فول ندرایت شد. به این میگن پیشرفت. الان هم میخوام بازم ندرایت به دست بیارم واسه
بقیه وسایل. پس بزنیم که بریم. راستی هویج طلایی اون کشاورزه رو دیدی؟ آره من الان دارم 12 تایی گرفتم. من که قشنگ ضرر کردم. نون گرفتم بعد فهمیدم هویج طلایی داره. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. و اینم از این 64 تا طلا. خیلی بیخودی. بخش سختش انشنت بریزه که الان میخوام برم بکنم. با کلنگ ندرایتی هم نیم ساعت طول میکشه. خب بالاخره تموم شد. الان 12 تا انشنت بریز دارم و بپزمشون قشنگ کل وسایلام هم ندرایتی میشه. از پایینی استفاده کن. بالاخره تموم شد. ندر اسکرپار گیر آوردم. شاید واسه شما تایمش خیلی کم باشه ولی انگار 2-3 دقیقه است فقط داره میپزه. راستی دیگه این انش در اومد دیگه. 7 تا طلا دارم بعد دارم میام میپزم. یکم ندرایت کرفت کنیم. بوم بوم بوم. 3 تا ندرایت هم قد که میخواستم. حالا بریم که وسایل رو ندرایتی کنیم. این از شمشیر، تبر و او یکی تبر که جونشون هم پر میکنه. باشن خوبه جونشون هم پر شد. و الان من رسما فول ندرایت این چند شدم. حالا فقط کافیه که برم خونه‌مو بسازم. البته این میمونه واسه ویدیو بعد. پس تا ویدیو بعد منتظر باشید.